گرگ ها میدونید که اونها هم موجوداتی هستن که به صورت گروهی زندگی میکنن، حتی گروهی شکار میرن. ولی در آلاسکا یکی از این گرگ ها وقتی که مریض میشه و عملا نمیتونه دنبال شکار بره، گرگ دیگری چندین و چند مایل مسافت رو میره برای اینکه بتونه یه شکار پیدا بکنه و این شکار رو میخوره، اما در درون معده خودش هضمش نمیکنه، در واقع یه جورایی فقط انبارش میکنه و دوباره تمام این مسیر رو برمیگرده و وقتی رسید به اون گرگ بیمار، حالا آنچه رو که خورده بالا میاره و از اون چیزی که بالا میاره حالا اون گرگ میخوره، تغذیه میکنه و حالش خوب میشه. این کارو گاهی گرگ ها میکنن هم برای اینکه افرادی که بیمار هستن به این ترتیب بهبود پیدا بکنن، یه جورایی داروه برای اونا، و هم گرگ هایی که ضعیف هستن یا بچه هستن هنوز قدرت شکار کردن ندارن بتونن اینجوری تغذیه بکنن. شما این مدل فداکاری رو ببینید، ما خودمون توی انسان ها چنین توانایی نداریم که یه غذایی رو تو معدمون نگه داریم هضم نکنه و وقتی که میره پایین دیگه کنترلش دست ما نیست، دیگه رفته دیگه. آره شما بریش به این حرفا رو. ولی گرگ‌ها این توانایی رو دارن و از این تواناییشون به این صورت برای کمک کردن به همدیگه استفاده میکنه.